درود بچه ها، همونطور که از تایتل و تامنیل ویدیو فهمیدید امروز یه فایل خیلی متفاوت پیدا کردم. این بار فایل یخ کوچیک که خیلی خفنه. یکی از خوبیاش اینه که میتونی ازش بالا بری، چون داخل دیتای گوشیتون ذخیره میشه و اینمی همون یخ اصلی بزرگه رو میبینه. برای نصب فایل باید این یخ رو داشته باشید، ولی این بار بدون بند شدنش رو تضمین نمیکنم. خودم 3 روز رو اکانتم تستش کردم، هنوز اتفاقی برای اکانتم نیفتاده، ولی نصب فایل بر عهده خودتونه. این فایل هم فقط برای خودتون نشون داده میشه و از دید انمی همون یخ اصلی رو نشون میده و یخ کوچولو فقط برای خودتون نمایش داده میشه. برای دریافت فایل فقط داخل چنل تلگراممون عضو بشید. لینک چنل تلگرام داخل بیوی چنلمون هست. فایل رو هم باید با برنامه زدارچیور نصب کنید که آموزش رو جلوتر میذارم. این فایلمون مثل بقیه رمز داره، رمزش رو بهتون میگم. فعلا بریم داخل کاستوم تا فایل بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید یخ خیلی نسبت به یخ عادی کوچکتره. این هم میتونه نقطه قوت باشه، ولی اونایی که داخل نصب فایل با زدارچیور مشکل داشتن و براشون پوشه اندروید رو نمی آورد، باید با برنامه شیزوکو به زدارچیور دسترسی به فایل ها رو بدن. یه سرچ ساده کنید میتونید آموزشمون رو پیدا کنید. اما چون گوشی خودم A0 کوره، محدودیتاش خیلی بیشتره، به خاطر همین نمیتونم آموزش دادن دسترسی به شیزوکو رو بذارم، ولی شما میتونید به راحتی با سرچ ساده آموزشش رو پیدا کنید. برای حمایت از من ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید. عشق منید. بریم برای آموزش نصب فایل. باز هم میگم نصب فایل بر عهده خودتونه. با برنامه زدارچیور فایلی که از کانال تلگرام دانلود کردین رو استخراج میکنیم، رمزش رو وارد میکنیم، پوشه مورد نظرمون رو کپی میکنیم، وارد حافظه داخلی میشیم، پوشه اندروید دیتا، و فایل رو همینجا جایگذاری میکنیم. آموزش نصب فایل هم براتون گذاشتم، اگه مشکلی داشتید تو کامنت ها بگید. باز هم میگم نصب فایل بر عهده خودتونه. رمز فایل هم 88 است. فعلا